بعضی وقتا مخصوصا این غزل به خصوص بیت آخرش که میخونم دوست دارم دقایقی سکوت کنم. آمدم که تا به خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت. آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت. صید منی شکار من گرچه ز دام جسته ای، جانب دام باز رو ور نروی برانمت. گوی منی و می دوی در چوگان حکم من، در پی تو همی دوم گرچه که می دوانمت. آن که با چوگان گوی رو میزنه کدومشون فاعله؟ میگه چی؟ در پی تو همی دوم گرچه که می دوانمت. تو منو دنبال خودت میکشی یا من تو رو میدوونم جلو؟ خیلی مقتدرم، هر جا من بگم میزنم میری. یعنی من حکم میدم مثل چوگان که تو کجا بدوی، به کدوم سمت بری. تو گوی هستی من چوگان. خب اینجا مثلیه که تو قادری، تو توانایی. منی که داره حرف میزنه مسلطه، میگه تو گوی هستی من حکمم مثل چوگان، هر طرف دلم بخواد تو رو میدوونم. اصطلاحاً احساس غرور، احساس اقتدار.